کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسی خبر داد که روزهای 13 مارس سال 2024 در قلمرو جمهوری آب و هوای نامساعد و باران‌های سخت که در برخی ناحیه‌های کوهستان به برف مبدل خواهند شد پیش بینی کرده می شود. در وادی‌ها و ناحیه‌های کوهدامن حرارت هوا 12 درجه پایین‌تر خواهد رفت. بنا به این منبع از 12 تا 14 مارس در ناحیه‌های کوهدامن، ناحیه‌های تابع مرکز، شورای دوشنبه خوجند چنوق و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرو ریختن ترمه‌ها و ریزش سنگ وجود دارد. روزهای 12-13 مارس در وادی‌ها و ناحیه‌های کوهدامن ولایت ختلان آمدن سیل‌ها پیش بینی کرده می شود. روزهای 13-14 مارس به دلیل بارشات دریاهای یوغسو، قزلسوی جنوبی و دریاهایی که از قطارکوه‌های ایثار جاری می شوند بلند شدن سطح آب پیش بینی کرده می شود. به دلیل بارشات شدید احتمال رخ دادن چنین حالت‌های فوق‌العاده زیاد است. احتمال افزایش صدمه‌ها در راه‌ها، احتمال زیر آب باران ماندن نقطه‌های اهالی نشین، احتمال زیر آب ماندن قطعه‌های اهالی، قطعه‌های علایده راه در منطقه‌های در پستی جایگیر شده. با مقصد محافظت خانه‌ها و اولیاءها از اسارت سیل، کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اهالی خواهش می‌کند که تمام جوی و جویبارها را در اطراف خانه‌های خود تازه کنند. کمیته همچنین خواسته است که ساکنان از چاره‌های امنیتی شخصی کار گرفته از رفتن به کوه‌ها، هیزمچینی و جمع‌آوری دیگر گیاه‌ها خودداری کنند. از اهالی خواسته شده است که در حالت‌های فوق‌العاده به رقم کوتاه 112 و یا به قسم نوبتداری کمیته با این رقم‌ها زنگ بزنند: 93 880 28 19 992 37 223 13 11.